حال ما مسلمان ها از نوروز تجلیل بکنیم یا نکنیم؟ یکی از فرمول های عقیده اسلامی است که عبادت توقیفی است. توقیفی چی معنی؟ یعنی استاپ، آنچه که در نص قرآن و سنت است سر از اونمو توقف کن، نه از او پیش برو نه از او پس بیا. صراط المستقیم خطش برات معلوم دار است، تو دم راه راست حرکت بکن و در اونمو توقف بکن و عبادت بکن که پیغمبر برات گفته، قرآن برات اجازه میده. اما از دل خود عبادت ساختن، پس اگر کسی میگه که در نوروز کدام چیز عبادت است، پس ما باید آیتی از قرآن داشته باشیم و حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم که متاسفانه در این کار که در نوروز عبادتی وجود داره، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث در شأن عبادتش وجود نداره، بلکه به حدیث دیگه است که بازم میخوانیم که برعکسش پیغمبر منع کرده. دوستای عزیزی که به قصد که ثواب داره و عبادت داره، برشان میگیم که ثواب چیزی داره که پیغمبر گفته باشه که او عبادت است، قرآن گفته باشه عبادت است، شیشتن مسجد عبادت است، کی گفته؟ پیغمبر گفته. نماز خواندن عبادت است، کی گفته؟ پیغمبر گفته. سجده به الله عبادت است، کی گفته؟ قرآن و سنت گفتن. پس اگر سند داشتیم عبادت است، وقتی که سند نداشتیم هر چیزی که در دین نآورده میشه او را باز بدعت میگن و کل بدعت ضلاله، و هر نوآوری در دین گمراهی هست. پس دوستان عزیز، شما چرا خدای ناخواسته وطندارای عزیزم، دوستای محترم ما، حتی کسانی که از افغانستان نیستین، از دیگه کشورها هستین، عیفتان نکرده که خدا گناهگار میسازین، میخواین که یک عبادت بکنین؟ الله در چیز خوش میشه که الله گفته ولکم فی رسول الله اسوة حسنه، رهبرتان الگویتان رسول الله صلی الله علیه و سلم است. آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم از نوروز تجلیل کرده؟ اصحاب کرام کردن؟ ثابت نیست، سند نیست. وقتی که سند نیست، اگر سر از او بزور تحمیل بکنیم، دروغ بگوییم که پیغمبری کار کرده، پیغمبر میگه من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که سر من قصدن دروغ بگویه، جایگاه خدا در دوزخ جای بده. پس ما یه حق نداریم، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه نوروز تجلیل کرده بلکه منع کرده. بعضی دوستای محترم میگن که ما به قصد عبادت نمی کنیم، به قصد به خاطر از اینکه یک رواج است، کلتور است، عنعنه هست. خب سوال، رواج کی هست؟ رواج زردشتی هست، رواج بهایی هست، رواج قبطی هست و رواج کسایی است که به خدای نور و ظلمت عقیده داشتن. پس من تشبه بقوم فهو منهم. پس انسان نباید مشابهت با غیر مسلمان ها بکنه. درست از فرهنگ نیاکان ماست. کدام نیاکان؟ نیاکانی که پرست و آتش پرست بودن، غیر مسلمان بودن. درست از تاریخ کشور ما هست، درست است، ما منکر از این نیستیم. درست از جمشید، لکن جمشید و طهماسب و مچم اینی مردمایی که هستن یا مسلمان نبودن، آتش پرستا بودن. پس ما و شما باید از آنچه که مربوط به ادیان قدیم میشن از او پرهیز بکنیم و برای ما اجازه نیست.